این غلطه. غلطه این. ما اول باید رو پدر مادرها کار کنیم تا رو بچه‌ها. مشکل اساسی ما پدر مادر است. به واسطه اینکه پدر مادرها یا خواسته های خودشون رو میخوان در بچهای خودشون پیدا کنن، چیزایی که به دست نیاوردن رو میخوان پیدا کنن و از نظر اونا این رفتاره غلطه، در صورتی که اون رفتاره ذات اون بچه است. اون یه دی ان ای جدایی داره و ما نمیتونیم اینو بگیم این درست. شاید در قدیم این بود و ما تو خونمون داشتیم، اینکه مثلا فلان غذا رو دوست نداشتی به زور بهت میدادن میخوردی. آره این غلطه. غلطه. این اجباره وقتی به وجود میاد، بچه رو از کوچیکی که این کارو باش میکنی سرخورده میشه، میگه پس من باید همه چی رو قبول کنم، من باید عقب وایسم، من نباید بیام جلو حرفمو بزنم. بعد یه زمانی هم که میخواد حرفشو بیاد بزنه، مطالبه میخواد بکنه، با پرخاش مطالبه میکنه، با فریاد مطالبه میکنه، با حرفای زشت مطالبه میکنه. میدونی؟ چون ما از بچگی به این مطالبه کردن رو یاد ندادیم.